الان لازم نیست گوش بدی، لازم نیست جمله ها رو دنبال کنی. صدا خودش میاد و میره. تو فقط میتونی چشماتو ببندی، میتونی بذاری همه چی رد بشه. هیچ نکته مهمی نیست، هیچی واسه فهمیدن نیست. فقط قرار آروم بخوابی، همین کافیه. از ساختمون محل کارت بیرون میای، در پشت سرت بسته میشه. صدای خیلی کمی میده. جلوی در چند تا پله است، جنسشون از سنگه، لبهاشون صافه. یکی یکی پایین میری، هیچ عجله‌ای نداری. کف کفشت به سنگ میخوره. صداش کوتاهه، بعدم قطع میشه. به پیاده رو میرسی، یه پیاده روی پهن. سنگاش مربعیه، فاصله هاشون منظمه. چند تا ترک باریک روشون میبینی ولی لغ نمیزنه. ساختمون پشت سرت بلنده، دیوارش صافه، پنجرهاش ردیفی کنار همه. بعضیاشون روشنن، بعضیام خاموشن، همشون بستن. رو به خیابون را میافتی، قدمات منظمن. یکی و بعد از اون یکی برمیداری با فاصله های برابر. خیابون روبروت کشیده است، خط کشیاش کم رنگه. چند تا ماشین توش پارکن، همشون خاموشن، هیچ کدوم حرکتی نمیکنن. هوا ثابته، نه گرمتر میشه نه سردتر. سمت راست یه مغازه هست، کرکرش پایینه، فلزی و کهنه است، روش خط و خش افتاده. کنارش یه مغازه دیگه هست، اونم بسته است. تابلوهاشون خاموشن، نور چراغ خیابون یه نواخته. فاصله پایه هاش با هم برابرن، سایه هاشون کوتاهن، حرکتی نمیکنن. همینطور قدم میزنی، بدنت خودش ریتمو نگه میداره. لازم نیست تمرکزی روش باشه. یه تقاطع کوچیک جلوته، خط آبرشو میتونی ببینی. رنگش کم رنگ شده، ازش رد میشی. ماشینی نمیاد، صدای بلند نمیشه. اون طرف خیابون یه دیوار کوتاه‌تری هست، نرده بالاش فلزیه، میلاش صافن. رنگ دیوار سبزه، یه جایش پوسته داده. راهت ادامه داره. چند تا در خونه کنار همشون بستن. دستگیره هاشون فلزیه، هیچ دری باز نیست. قدمات ادامه داره، زمین همونه، نورم همونه. یه سلاشخال کنار پیاده روه، درش بسته است. کنارش یه تیر چراغ برقه، سیماش صاف کشیده شده. بادی نمیاد، چیزی تکون نمیخوره. یه پیچ ملایم جلوتره، آروم میپیچی توش. خیابون باریکتر میشه، ساختمونا کوتاه‌ترن، دیوارا نزدیکترن، پنجره‌ها کوچیکترن. بعضیاشون پرده دارن، پرده‌هاشون تکونی نمیخورن. قدمات یکم آرومتر میشه، ولی نه از خستگی، فقط ریتمشون رو عوض میکنی. داخل یه محله خلوت‌تر میشی. کوچه‌هاش باریکن، آسفالت خیابونش قدیمیه، چند تا لکه تیره روشه. هیچ صدایی نمیاد. دیوار سمت راستت بلند و ساده است، هیچ روشته‌ای روش نیست. سمت چپ چند تا خونه پشت سر همه. درها همه یا چوبیان یا فلزی، همشون بستن. یه گلدون جلوی یکی از دراست، خشکه و خالی، گیاهی توش نیست. از کنارش رد میشی، کوچه تنگتر میشه. نور محیط کمتره ولی تاریک نیست. یه چراغ کوچیک بالای یکی از درها روشنه، نور زرد ملایمی داره. سایش رو زمین افتاده، تکونی نمیخوره. قدمات ادامه دارن.
کف کوچه یکم ناهمواره، ولی تو صاف راه میری. یه دوچرخه کنار دیوار تکیه دادن، چرخاش ثابتن، بهش قفل زدن، تکونی نمیخوره. چند جلوتر یه پیچ دیگه هست، آروم میپیچی توش. این کوچه حتی از قبلی هم باریک تره، دیوارهای دو طرف نزدیک تره. صدای قدمات شنیده میشه ولی کوتاهه، بعدم زود قطع میشه. هوا همونه، بوی خاصی نمیاد. پنجره‌های کوچیک بالای دیوار دیده میشن، همشون بستن، هیچ نوری ازشون بیرون نمیاد. راهت مستقیم ادامه داره، نه بن‌بسته نه بازتر میشه، عرضش ثابته. قدمات یه نواخت میرن جلو، زمان آروم میگذره، تشخیصش سخت میشه. چند تا سنگریزه کنار دیواره، رو زمین پخشن، حرکتی نمیکنن. یه لامپ دیواری دیگه میبینی، اونم روشنه، نورش تغییر نمیکنه. به یه در مشخص نزدیک میشی، دیوار اطرافش ترتمیزه، زمین جلوی در صافتره، رنگ در زرده، یه زردی که نه تیر است نه خیلی روشن. یه دستگیره فلزی وسط دره، بالاش زنگ کوچیک هست، کنارش هم یه پلاک ساده، یه عدد روش نوشته شده، عددش مشخصه. جلوی در وای میستی، کوچه پشت سرت ساکته، دیوارا سر جاشونه، چراغ بالا سرت روشنه، نور ثابت مونده، دیگه حرکت نمی کنی. در رو به روته، بسته است، همینجا میمونی. هوا تغییری نمیکنه، صدای خاصی هم نمیاد. زمان آروم میگذره، همه چی ثابت میمونه. در سر جاشه، دستگیر همونه، کوچه همونه، نورم همونه. همینطور سر جات وای میستی. کلیدو از جیبت در میاری، سردی فلزش رو حس میکنی. جلوی در وایسادی، دستتو میبری سمت قفل، کلیدو داخل قفل میکنی. یه صدای کوتاهی میده، کلید تکون میخوره، آروم تو جاش میچرخه. قفل باز میشه، دستگیره رو میگیری میچرخونیش. در یکم عقب میره، بعد کامل باز میشه. جلوت یه حیاته، یه قدم داخل میری، در پشت سرت نیمه باز میمونه. هوا یکم فرق داره، نه گرمتره نه سردتر، فقط ساکنه. کف حیاط سیمانیه، رنگش خاکستریه، چند تا ترک باریک روش افتاده. ترکا قدیمیه، تکونی نمیخورن. چند قدم جلوتر میری، صدای کفشت رو سیمان میاد، کوتاه و خشک، بعدم قطع میشه. حیاط مربع شکله، نه بزرگ نه کوچیک. دیوارها دور تا دورت کشیده شدن، رنگ دیوارها سفید ماته، یه جایشون یکم لک داره. لبه بالای دیوارها صافه، هیچی روشون نیست. سمت راست یه باغچه باریکه، خاکش تیره است، چند تا بوته کوچیک توشه، برگاشون ثابتن، بادی نمیاد، تکونی نمیخورن. کنار باغچه چند تا سنگ چیده شده، هم اندازه نیستن ولی مرتب کنار همه. یه آبخوری کوچیک گوشه باغچه هست، فلزی و خشکه، آبی ازش نمیاد. چند قدم جلوتر یه شلنگ سبز پیچ خورده، سرش بسته است، رو زمین افتاده، حرکتی نمیکنه. وسط حیاط یه فضای خالیه، هیچ وسیله‌ای توش نیست، فقط زمین صافه. نور از بالا میاد، آسمون دیده میشه، رنگش ملایمه، ابرای کمی دیده میشن، حرکت مشخصی ندارن.
سمت چپ دیوار کوتاه‌تر است. پشتش چیزی به چشم نمیاد. فقط خود دیوار هست. کنار دیوار یه سطل پلاستیکیه. رنگش آبیه. در نداره. توش چیزی نیست. زمین اطرافش تمیزه. قدمات ادامه داره. میرسی گوشه حیاط. اونجا یه درخت کوچیک هست. تنش باریکه. پوستش زبره. چند تا شاخه کوتاه داره. برگاش سبزن. ثابت موندن. خاک پای درخت فشرده است. هیچ علفی توش در نیومده. کنار درخت یه چارپای پلاستیکیه. یه زمانی رنگش سفید بوده. حالا یکم چرک شده. سطحش صافه. چیزی روش نیست. برمیگردی سمت دیوار روبرو. رو دیوار یه چراغ نصبه. روشنه. نورش هم زرده. یه سایه نرمی رو زمین انداخته. سایه تکون نمیخوره. زیر چراغ کلید برق هست. کلید پایینه. بهش دست نمیزنی. قدم میزنی. آروم دور حیاط میچرخی. کف زمین همونه. بافتش هیچ تغییری نداره. به یه شیر آب رو دیوار میرسی. فلزیه. دستش هم افقیه. بسته است. چند تا لکه سفید دورش هست. روش رسوب بسته. زیرش یه سنگ کوچیک گذاشتم. سنگ سر جاشه. حرکتی نمیکنه. چند قدم جلوتر یه تنفس رختا کشیده شده. از یه دیوار به دیوار دیگه. تنابه یکم افتادگی داره. چیزی ازش آویزون نیست. روش گیره لباسی نیست. فقط یه تنابه خالیه. یه نگاه بهش میندازی. بعدم ادامه میدی. حیاط خلوت و ساده است. هیچ صدایی نمیاد. نه از بیرون نه از داخل. فقط قدمای خودتو میشنوی. به دیوار پشتی میرسی. اونجا یه پنجره کوچیک هست. پنجره بسته است. شیشش مات نیست. داخل تاریکه. پرده کشیده نشده. ولی نوری دیده نمیشه. زیر پنجره لبه سیمانیه. صاف و خالی. هیچ گلدونی روش نیست. به اون یکی گوشه حیاط میرسی. اونجا چند تا آجر رو هم چیده شدن. دقیقاً 3 تا دونه آجر. مرتب نیستن ولی نمیافتن. کنارشون یه بیلچه کوچیک افتاده. دستش چوبیه. فلزش تیره شده. رو زمین ثابت مونده. برمیگردی وسط حیاط. با چند تا قدم آهسته. ریتم قدمات ثابته. نه تندتر میشه نه کندتر. به آسمون نگاه میکنی. رنگش عوض نشده. ابرا همونجان. به دیوار نگاه میکنی. همون رنگ. همون لکه ها. زمان آروم میگذره. تو هم فقط راه میری. یه دور دیگه حیاطو میچرخی. از کنار باغچه رد میشی. از کنار شلنگ. از کنار درخت. همه چی سر جاشه. هیچ تغییری نیست. حالا روبروت ساختمونه. دیوار ساختمون صافه. رنگش یکم روشن‌تر از دیوار حیاطه. چند تا پنجره هم ردیف دیده میشه. همشون بستن. خواباشون سفیده. شیشه‌هاشون تمیزه. طبقه پایین یه در ورودی هست. چوبیه. رنگش هم ملایمه. دستگیرش فلزیه. جلوی در چند تا پله کوتاه هست. فقط 3 تا پله. لبه‌هاشون صافه. هیچی رو پله ها نیست. زمین جلوی پله یکم تمیزتره. انگار بیشتر روش راه رفتن. چند قدم نزدیکتر میشی. ریتم قدمات کندتر میشه. نه از خستگی ها. فقط چون نزدیک شدی. دستتو کنار بدنت نگه داشتی. جلوی پله ها وای میستی. به در نگاه میکنی. سطحش صافه. خط و خش کمی روش هست ولی سالمه.
یه پنجره کوچیک بالای دره. شیشش ماته. به در نگاه میکنی. سطحش صافه. خط و خش کمی روش هست ولی سالمه. یه پنجره کوچیک بالای در هست. شیشش ماته. داخل تاریکه. نه نوری میاد نه صدایی. حیاط پشت سرت ساکته. چراغ رو دیوار هنوز روشنه. نور همونه. زمینم همونه. جلو در خونه وایسادی. دستگیر روبروته. در بسته است. همینجا میمونی. زمان آروم رد میشه. هوا تغییر نمیکنه. همه چی همونطوره. به ایستادن ادامه میدی. دستتو میبری سمت دستگیره. فلزش خنکه. میچرخونیش. در آروم باز میشه. هوا داخل بیرون میاد. نه گرمتره نه سردتر. همه جا ساکته. قدم اولو داخل خونه میذاری. کف زیر پات سرامیکه. صاف و خنثی. در پشت سرت بسته میشه. صدای کوتاهی میده. بعدم همه چی آروم میشه. جلوت یه راهروی کوتاهه. دیوارا روشنه. رنگشون ملایمه. هیچ تابلوی روشون نیست. چراغ سقف رو روشن میکنی. نورش یه نواخته. سایه‌هاش نرمه. چند قدم جلو میری. صدای پاهات میپیچه ولی کوتاهه. سمت راست جا کفشی هست. چوبیه. درش بسته است. روش خالیه. هیچی هم توش نیست. کنارش آینه قدیه. قابش ساده است. انعکاس راهرو رو نشون میده. حرکت خاصی روش نمیبینی. سمت چپت یه در نیمه بازه. داخلش تاریکه. اکنارش رد میشی. به سالن میرسی. سالن مربعی شکله. وسطش فرش ساده پهنه. طرحش ساده است. رنگاش ملایمه. رو فرش میز کوتاه است. سطحش صافه. هیچ وسیله‌ای روش نیست. روبروش یه مبل 3 نفره است. پارچش خاکستریه. صاف و تمیزه. 2 کوس انگوششه. مرتب کنار هم افتادن. سمت دیواری تلویزیون خاموشه. صفحش سیاهه. انعکاس نور چراغ توش دیده میشه. زیرش میز کوچیک هست. روش خالیه. هیچ صدایی ازش نمیاد. پنجره بزرگ کنار سالن هست. پرده‌هاش کشیده شدن. رنگ پرده‌اش روشنه. حرکتی نمیکنه. هوا ساکنه. چند قدم تو سالن راه میری. از کنار مبل رد میشی. از کنار میزم رد میشی. همه چی سر جاشه. به دیوار نگاه میکنی. یه ساعت گرد روش آویزونه. عقرباش آروم حرکت میکنن. صدای تیک تاک خیلی کمی داره. تقریبا شنیده نمیشه. از سالن رد میشی. میری سمت آشپزخونه. ورودی آشپزخونه در نداره. کفش با سالن فرقی نمیکنه. همون سرامیک ادامه داره. کابینت ها سفیدن. سطحشون صافه. دستگیرهاشون نقره‌ایه. همشون بستن. یه یخچال گوشه آشپزخونه هست. صدای خیلی آرومی داره. تکراری و یه نواخت. کنار سینک وای میستی. شیر آب فلزی و تمیزه. یه لیوان کنار سینک هست. شفافه. دستتو دراز میکنی. شیر رو باز میکنی. آب پایین میاد. صداش ملایمه. لیوانو پر میکنی. شیر رو میبندی. آب قطع میشه. لیوانو میبری سمت دهنت. یکم آب میخوری. خنک و بیمزه است. لیوان دوباره میذاری کنار سینک.
چند قطره ازش میچکه، بعدم قطع میشه. اطرافتو نگاه میکنی. رو کانتر خالیه، گاز خاموشه، هیچ شعله‌ای نیست، مودم خاموشه، صدایی ازش نمیاد. کابینت بالایی بسته است، یه پنجره کوچیک بالای سینکه، شیشش تیره است، بیرون مشخص نیست. از آشپزخونه خارج میشی، برمیگردی سمت سالن. نور همونه، همه چی سر جاشه. سمت راهرو میپیچی. کنار دیواری راه پله است. پله هاش چوبی هن. لبه هاشون صافه. نرده کنار پله فلزیه. دستتو رو نرده میذاری، خنکه. قدم اول رو پله میذاری، چوب صدای کوتاهی میده. آروم بالا میری. پله ها یکی یکی رد میشن. ریتم قدم های نواخته. نور از طبقه بالا میاد، ملایم و ثابت. به پاگرد میرسی. راهروی بالا کوتاهه، کفش چوبیه. دیوارا همون رنگ طبقه پایینه. سمت راستت یه در بسته است، سمت چپت هم یه در دیگه. جلوت یه پنجره کوچیکه، نور کمی ازش میاد. به سمت یکی از درا میری، دستگیره رو میگیری، میچرخونیش. در باز میشه. وارد اتاق خواب میشی. اتاق ساده است. وسطش یه تخت 2 نفره است. رو تختی صاف روش کشیده شده. رنگش ملایمه. 2 تا بالش مرتب کنار همه. کنار تخت یه میز کوچیک هست. روش چراغ خوابه. روشنه. نورش گرمه. سمت دیواری کمد بسته است. دراش صاف و ساده. روی یکی از درها آینه داره. انعکاس تخت رو توش میبینی. یه پنجره کنار تخته. پردش نیمه کشیده است. نور خیلی کمی ازش میاد. اتاق ساکته. صدایی از بیرون نمیاد. چند قدم داخل اتاق راه میری. کف زیر پات چوبیه، گرمتر از سرامیک پایینه. به دیوار نگاه میکنی. ساده و خالیه. هیچ تابلویی نیست. میری سمت تخت. دستتو رو تختی میذاری. پارچش نرمه. لبه تخت میشینی. توشک کم پایین میره. فرو رفتنش آرومه. هیچ صدای تندی نداره. کف پاهات هنوز زمین رو لمس میکنه. چند لحظه همونجا میمونی. دستاتو رو پات گذاشتی. نور چراغ خواب ملایمه. سایه ها نرم روی دیوار افتادن. محیط ساکته. هیچ صدایی از بیرون نمیاد. یه نفس عمیق میکشی. نفستو آروم میدی بیرون. شونهات پایین میافتن. بدنت سبکتر میشه. به اطراف اتاق نگاه میکنی. کمد همونطور بسته است. آینه انعکاس کمرنگی از نور رو نشون میده. پرده نیمه کشیده بی حرکت مونده. همه چی ثابته. دستتو رو تختی میکشی. پارچش صاف و نرمه. چروکی روش دیده نمیشه. انگشتات آروم حرکت میکنه. بعدم دستتو برمیداری. پاهاتو آهسته بالا میاری. میذارشون رو تخت. بدنتو یکم میچرخونی. به پهلو دراز میکشی. همونجوری آروم میگیری. آهسته دراز میکشی. پهلو رو تشک قرار میگیره. وزن بدنت رو تشک پخش میشه. خیلی نرم و یه نواخت فرو میره. سرت هنوز بالا مونده. دستتو زیر سرت میبری. بالشو میکشی سمت خودت. سرتو رو بالش میذاری. بالش خنک و نرمه. گردنت راحت تر میشه. چونت یکم بالاتر میاد. چشات به سقف میفته. سقف سفید و ساده است. هیچ خطی روش نیست. نور چراغ خواب یه گوشه رو روشن کرده. بقیه سقف تو روشنایی ملایم محوه. نفست آهسته تر میشن. سینت آروم بالا میاد.
قدم پایین میره. دستات کنار بدنت قرار گرفتن. انگشتات چل میشن. پاهات صاف رو تخت کشیده میشن. پاشنهات تو تشک فرو میرن. اتاق ساکته. ساعت یه جای دور از اینجا تیک تیک میکنه. صداش خیلی کمه. تقریبا شنیده نمیشه. هوای نواخته. نه گرمتر میشه نه سردتر. پرده بی حرکت مونده. کمد همونطور بسته است. چراغ خواب همچنان روشنه. نورش تغییری نمیکنه. سایه های سر جاشون تکون نمیخورن. بدنت سنگین تر حس میشه. شونهات عمیق‌تر تو تشک فرو میرن. پشتت راحته. گردنت رو بالش رها شده. فک پایینت یکم شل میشه. یه نفس عمیق دیگه میکشی. بازدمت طولانی تره. چشات میتونن نیمه باز بمونن یا آروم بسته شن. هیچ عجله‌ای نیست. سقف همونجاست. نور مثل قبله. اتاق تغییری نکرده. تخت ثابت مونده. بالش هنوزم نرمه. بدنت کامل رو تخت پخش شده. دستات بی حرکتن. پاهات آرومن. ذهنت میتونه آهسته تر بشه. فکرها میتونن ازت دور بشن. همه چی تو این اتاق آرومه. هیچ حرکتی دیده نمیشه. هیچ صدای تازه‌ای نمیاد. فقط صدای نفسهای تو شنیده میشه. آروم و منظم. رو تخت دراز کشیدی. سرت رو بالش افتاده. بدنت گرم و راحته. نور ملایم اطرافتو گرفته. سکوت ادامه داره. قرار نیست جایی بری. چشات نیمه باز موندن. نور چراغ خواب نرم رو پلکات میافته. پلکات کم کم سنگین تر میشن. نفست آروم داخل میره. آروم ترم بیرون میاد. سینت بالا میاد. بعدم پایین میره. ریتمش یه نواخته. بدنت عمیق‌تر تو تشک فرو میره. گرمای تخت اطرافتو گرفته. فک پایینت چل میشه. زبونت آروم پشت دندونات میشینه. انگشتات بی حرکتن. شونات کامل رها شدن. گردنت رو بالش سنگین تر میشه. صداها دورتر به نظر میاد. حتی سکوت هم آروم تر میشه. فاصله بین نفسات بیشتر میشه. فکرها آهسته تر تو سرت رد میشن. هیچ فکری کامل شکل نمیگیره. پلکات آروم بسته میشن. تاریکی ملایمی ظاهر میشه. نه عمیقه نه سطحی. فقط نرم و یه نواخت. بدنت هنوز تختو حس میکنه، اما کمتر از قبل. مرز بین بیداری و خواب کمرنگ میشه. زمان شکلشو از دست میده. ثانیه‌ها کش میان. یه نفس عمیق دیگه میکشی. بازدمش طولانی تره. قفس سینت آروم پایین میره. قلبت آروم و منظم میزنه. همه چی هماهنگه. تصویرهای مبهمی میان. نه واضح نه کامل. فقط لکه‌های روشنی تو تاریکی، مثل سایه های نرم. بدنت سنگین تر میشه. انگار کم پایین تر فرو میری. تخت هنوز همونه، اما دورتر حس میشه. صداها خاموشتر میشه. ذهنت شروع به ساختن میکنه. بی هدف، بی عجله. خطی از نور ظاهر میشه. بعدم محو میشه. خودتو توی راهرویی میبینی. راه رو آروم و روشنه. دیواراش سفیده. هیچ دردی تو بدنت نیست. قدم نمیزنی، فقط هستی. تصویر عوض میشه. یه آسمون باز دیده میشه.
ابرها آروم حرکت میکنن اما صدایی ندارن. هوا سبکه، حس میکنی روی سطح نرم وایسادی، نه سرده نه گرم، فقط آرومه. مرزی بین زمین و هوا نیست. تصویر دوباره تغییر میکنه. آب آرومی دیده میشه، سطحی صافه، موجی نداره، نور روش روون حرکت میکنه. نفسات همچنان منظمه، بدنت کاملا بی حرکته، انگشتات چلو و رهان، پلکات دیگه تکون نمیخورن. خوابت عمیق‌تر میشه. تو رویات قدم‌های آهسته برمی‌داری، اما بدنت رو تخت ثابت مونده. یه راه بی پایان جلوته، هیچ عجله‌ای نیست، هیچ مقصدی نداری. رنگا ملایم‌تر میشن، صداها نرم‌تر میشن، تصویر آهسته تو هم حل میشن، مثل یه مه سبک که رو همه چی میشینه. احساس سبکی میاد، بدنت انگار بی وزنه، نفس آرومتر از قبله، قلبت که نواخت میزنه. زمان دیگه مهم نیست، رویت عمیق‌تر میشه. دیگه سقفی وجود نداره، دیگه اتاقی نیست، فقط فضای باز و آرومه، با حرکت آهسته نور تو دوردست. همه چی نرمه، همه چی گنده، هیچ لبه تیزی نیست، هیچ صدای بلندی نیست، فقط آرامش ممتد. خوابت کامل تر میشه، بدنت کاملا تسلیم شده، نفسات آهسته و منظمه، رویت ادامه داره و تو آروم تو شناور میمونی.